عاقبت حرام خوردن خیلی خطرناک است. در روایت ترمذی و ابن حبان آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آن گوشت و خون که در بدن انسان از حرام بروید داخل جنت نخواهد شد. آتش جهنم سزاوار آن است. پس ای برادر و خواهر مسلمان، از خوردن حرام بپرهیز، علم حلال و حرام بیاموز تا پرهیز کردن از حرام برایت آسان شود. چنگ زدن به دین و عمل کردن به آن افراطگرایی نیست. خیلی متاسفم از آن که امروزها کسی اگر به دینش چنگ زند و طبق قرآن و سنت به آن عمل کند او را افراطی یا رادیکال میگویند. قسم به ذات الله که در دین افراط و افراطگرایی یعنی رادیکالیسم وجود ندارد. دین آسان است و در آن هیچ تشدد و سختگیری وجود ندارد. کسانی که چنین میگویند در حقیقت دین را نفهمیده اند. در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در دین آسان بگیرید و سختگیری نکنید و مردم مژده بدهید و آنها را گریزان نکنید. ای طالب بهشت، پدرت آدم علیه السلام به خاطر یک لغزش از بهشت بیرون شد و تو انتظار داری با گناهانی که هنوز از آنها توبه نکرده ای به بهشت داخل شوی؟ خیال خام است. به سوی الله رجوع کن، توبه کرده به سوی الله بازگرد تا الله رب العالمین جنت الفردوس برایت نصیب کند. اکثر زنان امروزه طاقت گوش کردن نصیحت را ندارند. قسم به ذات الله که اگر طاقت گوش کردن نصیحت را می داشتند به حیایی آنها تا به این درجه نمی رسید. هرگز از دعا کردن خسته نشو. امام ذهبی رحمه الله می فرماید کسی که به دعا عادت کرده باشد و پیوسته در دعا را بکوبد حتما برایش باز می شود. بله، این وعده پروردگار است که می فرماید ادعونی استجب لکم، یعنی مرا بخوانید تا اجابت کنم دعاهای شما را. وقتی ساعتهای دراز در شبکه‌های اجتماعی صحیفه‌های گوناگون را کشاده وقتهای گرانبهایت را صرف می‌کنی ولی نمی‌توانی یک صحیفه از قرآن عظیم الشأن را کشاده تلاوت کنی، این را بدان که تو در یک زیان و خسارت و محرومی بزرگی هستی که خودت آگاه نیستی. قسم به خدا که این زیان و خسارت بسیار بزرگ است. هر عملی که در شریعت انجام میدهیم طبق سنت باید آن را انجام بدهیم. حسن بصری رحمه الله میفرماید عمل اندک و مطابق سنت بهتر از عمل بسیاری است که با بدعت انجام شود. پس هر عمل خود را مطابق سنت انجام بده اگرچه عمل اندک هم باشد. آبروی اهل دل از خاک پای مادر است. هرچی دارند این جماعت از دعای مادر است. آن بهشت را که قرآن می کند توصیف آن، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. آسمان زندگی شد روشن از نور پدر، گلشنی هستی مصفا از صفای مادر است. اوج گیرد قدر فرزند از دعای خیر او، چون دم عیسی ابن مریم در دعای مادر است. قدر و جاه را که در اسلام دارا شد اویس، از کمال طاعت و خدمت برای مادر است. امر او را داد رجحان بر ملاقات نبی، چون رضای مصطفی هم در رضای مادر است. بهترین منظر به چشم و دل مرا سیمای اوست، خوشترین آواز در گوشم صدای مادر است. گواهی دادن بر دروغ گناهی است که امروزها به مثل نوشیدن آب آسان شده است. حالا آن که این نوع گناه از بزرگترین گناهان کبیره به شمار می رود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن را در برابر شرک به خدا قرار داده است. پناه به خداوند. در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا شما را از بزرگترین گناهان آگاه نسازم؟
3 بار تکرار کردند. صحابگان رضی الله عنهم فرمودند بله ای رسول خدا. فرمودند شرک آوردن به خداوند و رنجاندن پدر و مادر. و ایشان به حالت تکیه نشسته بودند که راست نشستند و فرمودند و دروغ گفتن و شهادتی بر دروغ. همچنان ایشان این جمله را تکرار کردند که از روی شفقت و مهربانی گفتیم ای کاش ساکت می شدند. حدیث متفق علیه. هرگز کسی را به خاطر گناه گذشتهش سرزنش مکن. حسن بصری رحمه الله می فرماید هر کسی برادر مسلمانش را برای گناهی که توبه کرده است سرزنش و ملامت کند، خداوند او را به آن گناه مبتلا می کند. از وحشتناکترین زندانهای دنیا که هیچ کس از وجود آن با خبر نیست، خانه ای است که زن در آن هیچ آرامش کنار شوهرش ندارد، اما از ترس حرفهای مردم و به خاطر فرزندانش تحمل می کند، صبر می کند. وای بر حال آن مردی که همسرش در کنارش آرامش نداشته باشد، حالا آن که الله متعال می فرماید و عاشروهن بالمعروف، و با زنان رفتاری نیکو داشته باشید. آیا میدونید راحت جسم و روح در چیست؟ در کتاب زاد المعاد آمده است که ثابت بن قره رحمه الله می فرماید راحت جسم در کم خوردن است و راحت روح در گناه نکردن، اما راحت زبان در کم گفتن است. آیا حقیقت جهنم را میدونید که چه عذابهای سختی در آن می شود؟ عمرو بن عاص رضی الله عنه شاگرد مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر کسی از شما حقیقت آتش جهنم را می دانست، از ترس آن طور فریاد می کشید که صدایش قطع می شد و طور نماز می خواند تا کمرش می شکست. با بهانه کار هرگز نماز را ترک مکن، زیرا همین نماز است که به سبب آن به تو رزق و روزی فراوان می رسد، بلکه از جای به تو رزق و روزی می رسد که گمانش را هم نمی کردی. ابن کثیر رحمه الله در تفسیر خود می نویسد وقتی نماز را برپا داشتی، رزق و روزی به تو از جانبی می رسد که گمانش را هم نمی کردی. خدایا ما را از جانب رزق و روزی عطا فرما که امیدش را نداشته باشیم. آمین یا رب العالمین. بسیاری از ما کارهای گناه و ثواب را خوب می شناسد، ولی نه از کارهای گناه دست می کشد و نه کارهای ثواب را انجام می دهد. سفیان بن عیینه رحمه الله می فرماید عاقل کسی نیست که خیر و شر یعنی نیکی و بدی را می شناسد، بلکه عاقل واقعی کسی است که هرگاه خیر و خوبی را ببیند آن را دنبال می کند و انجامش می دهد، و هرگاه شر و بدی را ببیند از آن دوری می کند. بسیاری از ما نعمتهای خداوند را نادرست استفاده می کنیم. مثلا تلفن دستی یک نعمتی است که می توانیم با آن بسیار کارهای خوب را انجام دهیم، و شرطی که آن را درست استفاده کنیم. اما اگر آن را نادرست استفاده کنیم، در آن چیزهای حرام تماشا کنیم و به دیگران فرستیم، برای ما بلا و مصیبت خواهد شد. سلمه ابن دینار رحمه الله می فرماید هر نعمتی که تو را به خداوند قریب نکند، برایت بلا و مصیبت خواهد شد. متاسفانه بسیاری از مسلمانان امروز وقت ازدواج می کنند و سنت خدا و رسول نکاح می کنند و بعداً و سنت شیطان و پیروانش توی عروسی برپا می کنند، مجلس شراب و رقص برپا می کنند. پناه به خداوند. یک زن رقاصه با لباسهای نیم برهنه می رقصد و صدها مرد را به گناه می کشد. رقص چاواندازی گفته مرد و زن در آغوش همدیگر حرکتهای شهوانی می کنند. از همه بدترش آن که همه اینها را در پیش چشم خواهران و مادرانشان و حتی در پیش چشم کودکان انجام می دهند. شما را به خدا مسلمانیتان را فراموش نکنید. ابتدای زندگی زن و شوهری را با حرام آغاز نکنید.
بهترین نماز بعد از نمازهای فرض کدام است؟ در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند بهترین نماز بعد از نمازهای فرضی نماز شب است. خدایا برپا داشتن نماز شب را برایمان توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. امروزها قرآن بالای تاقچه ها گرد و غبار گرفته کسی آن را نمی خواند. اگر خواند هم کسی به آن عمل نمی کند یا با 7 قبض روپوش در کنج خانه آویزان است برای حفاظت از جن و شیاطین. قسم به ذات الله که قرآن در روز قیامت از ما شکایت می کند. امام ضحاک رحمه الله می فرماید زمانی می آید که قرآن را آویزان می کنند و کسی از ارشادات آن استفاده نمی برد، حتی بالایش تار عنکبوت می دمد. بله، واقعا این همان زمانی است که ما شاهد آن هستیم. حال آن که قرآن دستورالعمل تمام بشریت است که هر کسی به آن چنگ زند و عمل نماید هرگز گمراه نخواهد شد. ای طالب علم، خوب گوش انداز. عبدالله ابن مبارک رحمه الله می فرماید اول علم نیت است، یعنی هدف از علم آموزی باید رضای الله و خدمت دین و نفع رساندن به مردم باشد. بعد از آن شنیدن است، بعد از آن فهمیدن است، بعد از آن حفظ کردن است، بعد از آن عمل کردن است و بعد از آن پهن کردن. پس آیا آماده هستی که یک طالب علمی واقعی باشی؟ این ظلم را هرگز در حق برادرت مکن. محمد ابن سیرین رحمه الله که یکی از بزرگان تابعین است می فرماید این در حق برادرت ظلم است که تمام بدیهای را که نسبت به او میدانی بیان کنی و خوبی های او را پنهان کنی. انسان پیر می شود ولی دو چیز در قلب او جوان باقی می ماند. در روایت بخاری آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند قلب پیرانسال پیوسته در دو چیز جوان می ماند، یکی دوست داشتن دنیا، دیگر آرزوی دور و دراز. فرزندانتان را قرآن بیاموزید و آنها را با قرآن پرورش نمایید. عبدالله ابن عیسی رحمه الله می فرماید این امت پیوسته در خیر و خوبی به سر میبرند مادامی که کودکانشان را قرآن بیاموزند، کودکانشان با قرآن پرورش یابند. و همچنین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران تعلیم دهد. قدر پدر و مادر را در زندگیشان بدانید و خدمت آنها را بجا آورید. حسن بصری رحمه الله می فرماید نظر کردن بر چهره پدر و مادر عبادت است، پس چگونه است نیکی کردن به آنها؟ البته که خدمت پدر و مادر را به خوبی انجام دادن باعث خیر و برکت دنیا و آخرت انسان می شود و اجر و پاداش بزرگی را هم به دست می آورد، چون که قرآن و سنت و ما دستور می دهد تا با پدر و مادر نیک رفتار باشیم و خدمت آنها را به خوبی انجام دهیم. انسان از کاغذ بی ارزش پول ساخت، اما پول از انسانها چه چیزهایی که نساخت؟ دزد، ظالم، قاتل، خائن، منافق، فاحشه، دیوس و غیره. حتی بعض انسانها به خاطر پول دین و ایمانشان را هم فروختند. پناه به خداوند. مردی از عبدالله ابن مبارک رحمه الله پرسید که آیا نصیحتگر باقی مانده است؟ در جواب فرمود آیا میشناسی کسی را که نصیحت را قبول کند؟ واقعا این مصیبت بسیار بزرگی است که در جامعه امروزی نه نصیحتگری باقی مانده است و نه کسی که نصیحت را قبول کند. عمر ابن خطاب رضی الله عنه می فرماید هیچ خیر نیست در قومی که نصیحتگر نباشند و هیچ خیر نیست در قومی که نصیحتگران را دوست ندارند. دوای قلبی که به سبب گناهان فاسد شده است 5 چیز است.
یحیی بن معاذ و ابراهیم خواص رحمهم الله می فرمایند که دوای قلب 5 چیز است. یکم، خواندن قرآن کریم و فکر کردن در معانی آن. دوم، خالی بودن شکم. سوم، برپا داشتن نماز شب. چهارم، دعا و تضرع به هنگام سحر. پنجم، همنشینی با انسانهای نیک و صالح. غیر از الله مقتدر و توانا از هیچ کسی نترس. فضیل ابن عیاض رحمه الله می فرماید هر کس تنها از خداوندی لایزال بترسد هیچ کس نمی تواند به او ضرر و زیان برساند و هر کسی از غیر الله بترسد هیچ کسی نمی تواند به او نفع و فایده برساند. بعضی ها از حق زمانی پیروی می کنند که موافق خواهشات و خواسته های نفسشان باشد. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله می فرماید از جمله کسانی نباش که هرگاه حق موافق خواهشات و خواسته های نفسشان باشد از آن پیروی می کنند و هرگاه مخالف خواسته ها و خواهشات نفسشان باشد و آن مخالفت می کنند و حق را قبول نمی کنند. دو وقتی با برکت است که با طاعت و عبادت سپری کردن آن در رزق و روزی و اعمال بندگان برکت حاصل می شود. حافظ ابن حجر رحمه الله می فرماید در روایات آمده است که رزق و روزی بندگان بعد از نماز صبح تقسیم می شود و اعمال بندگان در پایان روز بالا برده می شود. هر کس در این دو وقت در طاعت و عبادت پروردگار باشد در رزق و روزی و اعمال او برکت داده می شود. فرزندانتان را به علم آموزی تشویق نمایید. بدانید که علم آموختن و به دیگران تعلیم دادن اجر و پاداش بزرگی دارد. حسن بصری رحمه الله می فرماید اگر یک باب از علم را بیاموزم و آن را به مسلمان تعلیم دهم نزد من بهتر و محبوبتر از این است که تمام دنیا مال من باشد و آن را در راه خداوند خرج نمایم. محبت دنیا عاقبت‌های خوبی ندارد. سفیان ثوری رحمه الله می فرماید هر کسی که از دنیا لذت برد و با مال و ثروتش خوشنود شود ترس آخرت از قلبش زدوده می شود. در قلبش جای برای ترس از آخرت باقی نمی ماند. بله این معلوم است که وقت انسان هیچ ترسی از آخرت نداشته باشد از گناهان دست نمی کشد و عاقبت خود را غرق گناه کرده تباه و برباد می کند. صدقه کردن بهتر است یا از حرام پرهیز کردن؟ مالک ابن دینار رحمه الله می فرماید اگر انسان مسلمان 1 درهم از حرام را ترک کند از 100,000 درهم صدقه کردن برایش بهتر است. بسیاری انسان ها درآمدشان از حرام است ولی متاسفانه در فکر پرهیز کردن از حرام نیستند. الله رب العالمین همه ما را توفیق پرهیز کردن از حرام را نصیب فرماید. آمین یا رب العالمین. هر عمل نیکی انجام میدهی به خاطر الله انجام بده. بشر ابن حارث رحمه الله می فرماید عملهای نیکت را به خاطر آن انجام نده تا سری زبانها باشی و مردم از تو یاد کنند بلکه عملهای نیکت را پنهان کن همچنان که گناهانت را پنهان میکنی. این خیلی محرومی بزرگی است که انسان قرآن را بیاموزد ولی تلاوت نکند. امام ابوالعالیه رحمه الله می فرماید ما این را از بزرگترین گناهان می دانستیم که شخص قرآن را بیاموزد ولی چیزی از آن تلاوت نکرده بخوابد. پروردگارا ما را توفیق تلاوت قرآن نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. هر مرد و زنی که پاکدامنی اختیار کند تقوا و پرهیزگاری پیشه کند خداوند برای او همسری پاکدامن و با تقوا نصیب میگرداند. ابن عربی رحمه الله می فرماید همسری خوب و صالح را با کوشش و تلاش به دست نمی آوری بلکه او رزقی است از جانب پروردگار که انسانهای پاکدامن و با تقوا را نصیب می شود.
1000 نیکی و ثواب به دست آوردن در یک روز مگر کاری مشکل است؟ کاری مشکلی نیست. البته در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا نمی تواند یکی از شما هر روز 1000 نیکی به دست آورد؟ یکی از افراد مجلس پرسید چگونه یکی از ما می تواند در یک روز 1000 نیکی به دست آورد؟ فرمودند هر کس 100 بار سبحان الله بگوید 1000 نیکی برایش نوشته می شود یا 1000 گناه از گناهانش بخشیده می شود. روایت مسلم. بعضی انسان ها را اگر نصیحت کرده شود به خاطر گناهی که انجام می دهند در جواب می گویند کار خودت را کن و من چی کار داری؟ اول خودت را اصلاح کن و من کاردار نشو. با چنین سخنان نصیحت را رد می کنند و از قبول حق سرپیچی می کنند. آگاه باشید که این گونه سخنان در نزد الله رب العالمین بدترین سخن به شمار می رود. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بدترین سخن در نزد خداوند این است که برای کسی که گناه می کند بگویی که از الله بترس و او در جواب بگوید که کار خودت را کن. روایت بیهقی در شعب الایمان. انسانهای شریر و بدکار را بشناسید. مالک ابن دینار رحمه الله می فرماید برای شریر و بدکار بودن یک انسان همین قدر کافی است که از جمله صالحان و نیکان نباشد، در حالی که انسانهای نیک و صالح را تحقیر و اهانت کند. یعنی خودش انسانی نیک و صالحی نیست ولی انسانهای نیک و صالح را تحقیر و اهانت می کند. بر علمای دین، دعوتگران و نصیحتگران تحقیر و اهانت می کند. وای بر حال چنین مردم. اگر کسی تو را از عیب و خطاهایت آگاه ساخت هرگز از او نرنج و نسبت به او بدبین مباش. ابن قدامه رحمه الله می فرماید سلف صالحین دوست می داشتند کسانی را که آنها را بر عیبها و خطاهایشان آگاه می کرد. اما در زمان کنونی غالباً بدترین و منفورترین شخص نزد ما کسی است که ما را از عیبها و خطاهایمان آگاه می کند. قلبها با چه چیزی نرم می شوند؟ عیناً چنین سؤال را از امام احمد ابن حنبل رحمه الله پرسیدند. حضرت در جواب فرمودند قلبها با حلال خوردن نرم می شوند. بله، حلال خوردن یکی از فریضه های دینی هر فردی مسلمان است که باید آن را انجام دهد. مرد نزد حذیفه رضی الله عنه آمد و عرض کرد ای ابا عبدالله من می ترسم از جمله منافقان باشم. حضرت در جواب فرمودند آیا در خلوت و تنهایی نماز می خوانی و اگر گناه کنی استغفار می کنی، طلب آمرزش گناه می کنی؟ مرد گفت بله چنین می کنم. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمودند برو که خداوند تو را از جمله منافقان قرار نداده است. منافق کسی است که دو چهره دارد، در ظاهر دیگر و در باطن دیگر است. حضرت حذیفه رضی الله عنه صحابه است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به او نامهای منافقین را گفته بود و او منافقان را خوب می شناخت. او را صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم می گویند اگر بجای خوبی که به کسی کردی بدی دیدی هرگز ناامید مشو. یقین بدون که البته برگشت آن خوبی ها را از شخص دیگری در زمان دیگری و در جای دیگری خواهی یافت. شک مکن دوستم، تو فقط خوب باش و خوب بمان، چون که خوب بودن و خوبی کردن از خصلت‌های خوبی مردم مسلمان است. مردها خوب گوش اندازند. امام شاطبی رحمه الله می فرماید هر کس به سیرت یعنی به زندگی نامه سلف صالحین بنگرد و تقصیر و کوتاهی و عقب ماندگی خود از مرتبه مردان پی میبرد. خود میفهمد که از مرتبه مردانگی به مراتب پایان رفته است.
گذشتگان نیک را سلف میگویند، یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، صحابه و تابعین و تبع تابعین رضی الله عنهم. واقعا آنها رادمردان تاریخ و بهترین نمونه برای تمام بشریت بودند. پروردگارا پیروی از آنها را برای همه ما و شما توفیق عطا فرماید. آمین یا رب العالمین. هر کاری خیری که خود انجام نداده ای به خود نسبت مده. نگو که من کرده ام در حالی که آن را تو نکرده ای، چون که عاقبت رسوا می شوی. امام ابن حجر رحمه الله می فرماید هر کس به خود عملی نیکی را نسبت دهد که انجام نداده است و دعواگری چنان کاری خیری باشد که انجامش نداده است، خداوند رسوایش می کند و دروغش را آشکار می کند. همیشه شگفت زده و در حیرت بودم که سلف صالحین، گذشتگان نیک این امت، چگونه خود را وقف دین پروردگار کرده بودند. ساعتهای طولانی و بدون خستگی نشسته به آموختن و تعلیم دادن و به خدمت دین مشغول بودند. عبادتهای طولانی انجام می دادند. به قول حاضره به چنین کارها معتاد بودند. اما وقتی افراد معتاد به اینترنت و تلفن دستی رو دیدم، تعجبم از بین رفت. فهمیدم که اگر دل چیزی را دوست داشته باشد، خودش را وقف آن می کند. متاسفانه امروزها ما خود را وقف اینترنت و تلفن‌های دستی کرده ایم که وقتهای گرانبهای خود را در آن صرف میکنیم. ساعتهای دراز بدون هیچ خستگی در آن مشغول میشویم. این است حال و وضعیت ما و شما، والله المستعان. وقتی همیشه خود را در رنج و بلا و مصیبت ها و پریشانی ها میبینی، سختی های روزگار خسته‌ات کرده است، غمگین مشو که خداوند تو را دوست داشته است. فضیل ابن عیاض رحمه الله می فرماید هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، غم و اندوه و ناراحتی هایش را زیاد می کند و هرگاه بنده ای را بد ببیند، برایش دنیا می دهد، مال و ثروت و دارایی می دهد. پناه به خداوند از اون مال و ثروتی که سببگاری بدبینی پروردگار شود. بعضی انسان ها به خاطر گناهان خود از دعا کردن دست می کشند، ناامید می شوند و شرم می دارند دعا کنند. سفیان ابن عیینه رحمه الله می فرماید هرگز از دعا کردن دست نکشید و از اینکه گناهان زیاد کرده اید شما را از دعا کردن باز ندارد، زیرا که خداوند دعای ابلیس را هم اجابت کرد در حالی که او بدترین مخلوقات بود. چنانچه گفت قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا پس تا روزی که همه مردم برانگیخته می شوند به من مهلت بده، و خداوند به او مهلت داد. شخص عاقل و هوشیار کیست؟ یحیی بن معاذ رحمه الله می فرماید شخص عاقل و خردمند کسی است که سه عمل انجام دهد. یکم، دنیا را پیش از آن که دنیا رهایش کند ترک کند. دوم، قبرش را پیش از داخل شدن به آن آباد کند. سوم، پروردگارش را پیش از آن که به دیدار و ملاقاتش برود راضی و خوشنود کند. بعضی دوستان و نزدیکان داریم که سخنان دیگران را به ما نقل می کنند. فراموش نکنید که چنین نفران سخنان ما را هم به دیگران نقل می کنند، یعنی از ما سخنچینی می کنند. حسن بصری رحمه الله می فرماید هر کسی که سخن دیگران را به تو نقل کند، بدان که سخن تو را هم به دیگران نقل خواهد کرد، یعنی از تو سخنچینی می کند. نماز شب از نماز روز به مراتب بهتر است. عمرو بن عاص رضی الله عنه شاگرد مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید یک رکعت نماز در شب از 20 رکعت نماز در روز بهتر است. برادران و خواهران عزیز، نماز شب را از دست ندهید، خود را از اجر و پاداش بزرگ محروم نکنید. هر گناهی که انجام می دهید تأثیر بد خود را حتما میگذارد که به صورت بلا و مصیبت ها بر سر انسان گناهگار می آید، اگرچه بعد از گذشت سالهای دراز باشد. ابن قیم جوزی رحمه الله می فرماید
وقتی اثر بدی گناهانت را فوراً ندیدی مغرور نشو، فریب مخور، زیرا گاه بعد از گذشت 40 سال اثر بدی گناهانت را میبینی. آیا تعجب آور نیست وقتی خالق و آفریدگار خود را بشناسیم ولی باز هم او را نافرمانی کنیم؟ از فضیل ابن عیاض رحمه الله پرسیدند عجیب ترین چیز در دنیا چیست؟ فرمود قلبی که خداوند را بشناسد ولی باز هم گناه و نافرمانی او را کند. پروردگارا ما را از گناهان دور نگه بدار. سخنچینی خیلی گناه بزرگ بوده. سخنچین بدترین مردم به شمار می رود. امام ذهبی رحمه الله می فرماید هر کس رابطه میان دو نفر را برهم زند و میان آنها سخنان نقل کند که باعث آزار و بدبینی یکی از آنها شود، او سخنچین است، از حزب شیطان و بدترین انسان است. گاه قلب‌های ما و شما به سبب گناهان زیاد میمیرند. سفیان ثوری رحمه الله می فرماید زمانی می آید که قلب‌ها میمیرند و فقط بدنها زنده باقی میمانند. یعنی به سبب گناهان زیاد قلب‌های بعضی مردم میمیرند که سخن حق را نه میفهمند و نه فهمیدن میخواهند. با ذوق گناه از حق گریزان میشوند. واقعا ما در همان زمانی قرار داریم که انسان‌های زنده با قلب‌های مرده زندگی میکنند. این همان زمانی است که بزرگان این امت قبلا خبر داده بودند. تا زمانی که از گناهان دست نکشی حلاوت و شیرینی ایمان را نمیچشی. بشر حافی رحمه الله می فرماید شیرینی و حلاوت ایمان را نمییابی تا زمانی که بین خود و خواهشات نفست سد قرار ندهی. یعنی تا زمانی که از تمام گناهان دست نکشی شیرینی ایمان را نمییابی. خوشا به حال کسی که ترک گناه کرد و شیرینی ایمان را دریافت. امروزها ما گناه میکنیم و میخندیم، به کار گناه فخر کرده در پیش دوستانمان از زناکاری هایمان تعریف میکنیم. ولی بزرگان و صالحان و گذشتگان نیک این امت به خاطر انجام ندادن کارهای خوب گریه میکردند. ابو داود رحمه الله می فرماید به نزد کرز حارسی رحمه الله رفتم، دیدم که گریه می کرد. از او پرسیدم که چرا گریه می کنی؟ فرمود دیشب از قرآن چیزی نخوانده ام، گمان می کنم که این به خاطر گناهی است که انجام داده ام. وای بر حال کسانی که گناه انجام می دهند و می خندند و به خاطر گناهانشان توبه نمی کنند. اگر کسی را دیدی که گناه می کند حتما او را یادرس کرده از گناه بازدار و الا تو هم در گناه شریک خواهی شد. اقلا یک بار هم به او بگو که این کار تو گناه است، از الله بترس، این کار گناه را انجام نده. امام قرطبی رحمه الله می فرماید هر کس در مجلس گناه بنشیند ولی به اهل مجلس تذکر ندهد و آنها را از گناه باز ندارد در گناه آنها شریک است. ای وای بر ما که در مجلس شراب و رقص و دیگر گناهان می نشینیم و دم نمی زنیم، از گناه باز نمی داریم، می گوییم گوری من جدا و گوری تو جدا. در برابر علم آموزی آموختن ادب هم خیلی مهم و ضروری است. تصور کنید یک عالم دین وقتی بی‌ادبی کند چقدر زشت و ناراحت کننده است. نه تنها علمای دین بلکه هر کسی که دارای علوم دنیوی است باید ادب داشته باشد. امام مالک رحمه الله خطاب به برادرزاده اش فرمود ای برادرزاده پیش از تحصیل علم ادب بیاموز. اگر کسی را به خاطر گناهی که انجام میدهد نصیحت کنیم و از گناهش باز داریم، در جواب میگوید ملا سخت نگیر، خداوند بخشنده و مهربان است. با چنین سخنان خود را تسلی داده بی باک به گناه مشغول میشوند. آگاه باشید که این یکی از فریب‌های شیطان است که به آن اکثرا مردم عوام مبتلا میشوند. ابن قیم جوزی رحمه الله میفرماید یکی از فریب‌های شیطان به مردم عوام این است که وقتی به آنها نصیحت کرده شود از گناهی که انجام میدهند باز داشته شوند،
در جواب میگویند الله بخشنده و مهربان است. سجده کردن چقدر حالت زیباست. با گوش زمین زمزمه میکنی، صدایت به آسمان ها میرسد. خدایا سجده های پرنقصان ما را قبول فرما. چقدر کار زشت و بد است وقتی انسان گناه را با خنده و خوشحالی انجام دهد. امام مزنی مصری رحمه الله می فرماید هر کس با خنده و خوشحالی گناه را انجام دهد در روز قیامت با گریه و ناراحتی به جهنم خواهد رفت، با گریه و فغان به آتش دوزخ سوزان داخل می شود. پناه به خداوند. گذشت و بخشش نمودن کسانی که به تو بدی کرده اند بهتر و افضل است، زیرا از نبخشیدن آنها برایت هیچ فایده ای نمی رسد. احمد ابن حنبل رحمه الله می فرماید گذشت و بخشش نمودن افضل و بهتر است از اینکه برادر مسلمانت به خاطر تو عذاب داده شود، به تو هیچ فایده ای نمی رسد. ولی اگر ببخشی و گذشت نمایی، خداوند همان طور که به تو وعده نموده است گناهانت را می بخشد. الله رب العالمین در قرآن عظیم الشأن می فرماید ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. بلکه گذشت و بخشش نمایند. آیا دوست نمی دارید که الله شما را ببخشد؟ و الله آمرزنده مهربان است. اگر مال خود را از دست دادیم خیلی غمگین می شویم و تا چند سال دیگر با غم و اندوه و تأسف از آن یاد می کنیم، ولی یک بار هم برای از دست رفتن عمر خود غمگین نمی شویم. عمری که هر لحظه اش بی بازگشت و خیلی گرانبها است. برای عمری که با گناهان سپری شده ایستاده است غمگین نمی شویم. پروای هم نداریم که در پیش روز حساب و جزا است و برای هر عمل خود جواب خواهیم داد. پروردگارا ما توفیق عطا فرما تا عمر خود را غنیمت دانسته برای آخرت توشه جمع‌آوری نماییم. هرگاه در نماز شتاب کردی و خواستی آن را زودتر به پایان رسانی، به یاد بیاور همه آن چیزی که میخواهی بعد از نماز به آنها برسی و همه آن چیزی که میترسی از دست بدهی به دست آن ذاتی است که در مقابلش ایستاده ای. پس نمازت را با آرامش کامل ادا نما. آزار دادن همسایگان از جمله گناهان کبیره به شمار می رود که متاسفانه در جامعه امروزی خیلی زیاد دیده می شود. خصوصا زنها که با اندک نافهمی با همسایگان درگیر می شوند و آنها را آزار می دهند. آگاه باشید که آزار دادن همسایگان سببگار داخل شدن دوزخ می شود. اگرچه انسان تهجد گزار باشد. پناه به خداوند. در روایت بخاری آمده است که از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند زنی است که روزها روزه میگیرد و شبها نماز میخواند ولی همسایگانش را آزار میدهد، حال او چگونه است؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در او هیچ خیری نیست، او از اهل دوزخ است. روایت بخاری در ادب المفرد. برادران و خواهران عزیز، از آزار و اذیت همسایگان بپرهیزید و عاقبت خود را برباد ندهید. گاه سخنان دیگران را به دوستان و نزدیکانمان نقل میکنیم که فلانی درباره تو چنین و چنان میگوید. گویا این سخنان را به خاطر خیرخواهی میگوییم، ولی یقین میدانیم که این سخنان ما باعث بدبین شدن آنها می شود. در غیبت همدیگر فرو می روند و گاه به جنگ و نزاع بزرگ هم نوبت می رسد. چون این نقل سخن را که در بین مردم بدبینی و جنگ و نزاع برپا می کند سخنچینی می گویند و سخنچین داخل جنت نمی شود. در روایت بخاری آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند سخنچین داخل جنت نمی شود. دو خصلتی است که قلب انسان را سخت می کند: بسیار گفتن و بسیار خوردن، که در نتیجه انسان نه حق را می فهمد و نه فهمیدن می خواهد.
نصیحت برایش تأثیر نمی کند. فضیل ابن عیاض رحمه الله می فرماید دو چیز چنانند که قلب را سخت می کنند، بسیار گفتن و بسیار خوردن. پناه به خداوند. نماز انسان را از کارهای زشت و ناروا باز می دارد و آهسته آهسته به سوی خوبی ها می کشاند. به کارهای خوب عادت می کند و تمام خصلت های بدش را ترک می کند و در نتیجه یک انسان خوب و صالح می شود. یونس ابن عبید رحمه الله می فرماید در بنده مومن دو خصلت است که اگر اصلاح شوند باقی تمام خصلت های او اصلاح می شوند. یکی نمازش، دیگر زبانش. برادران و خواهران عزیز، نماز را در وقتش با خشوع و تضرع و اخلاص کامل ادا نمایید. زبان را کنترل نموده از سخنان فحش و بیهوده پرهیز نمایید تا از جمله انسانهای نیک و صالح باشید. آیا میدونید توبه نصوح و صادقانه چیست؟ در تفسیر ابن کثیر آمده است که حسن بصری رحمه الله می فرماید توبه نصوح این است که از گناه نفرت داشته باشی، گناه را چنان بد ببینی همانطور که قبلا به آن شوق و علاقه داشتی و هرگاه به یادش بیافتی از آن استغفار کنی، طلب بخشش گناه کنی. پروردگارا همه ما را توفیق توبه نصوح و صادقانه نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. بدی دیگران را اگر با بدی جواب ندادیم گمان میکنیم قدر و منزلتمان پست می شود. خیلی کم نفرانی هستند که در برابر دشنام و حقارت های دیگران خاموش باشند و همه اش را به خداوند سپارند. از اخلاق و رفتار شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم باید پند گرفت. شخص به ابو درداء رضی الله عنه شاگرد مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و من کلمه بیاموز که خداوند به وسیله آن و من نفع و فایده بدهد. فرمود آبرو و حیثیت خود را به خداوند واگذار کن. هر کس تو را دشنام دهد و یا ناسزا گوید او را به خداوند بسپار و به حال خود رهایش کن. هر انسان مسلمان میخواهد که به کمال نیکی ها دست یابد. وهب ابن منبه رحمه الله میفرماید هر کسی دارای این سه خصلت باشد به کمال نیکی ها دست یافته است. یکم سخاوتمندی، دوم صبر کردن بر سختی ها و مشقت ها، سوم سخن نیکو و شیرین سخن بودن. یکی از آداب مهمانداری این است که از مهمان نپرسیم که آیا چیزی میخوری یا چیزی برایت بیاورم. سفیان ثوری رحمه الله می فرماید وقت دوست یا برادرت به زیارتت آمد و به خانه‌ات مهمان شد از او نپرس که آیا چیزی میخوری یا چیزی برایت بیاورم، بلکه هر چی داری به نزدش بیاور. اگر خورد که بسیار خوب، ورنه از نزدش بردار. دهان مردم را بسته نمی شود، یعنی از تنقید و ملامت های مردم کسی در امان نیست. مردم حتی در شأن پیامبران الهی و دیگر علما و بزرگان دین هم سخن میگویند و تنقید میکنند. پس انسان عاقل به تنقید و ملامت های مردم اهمیت نمیدهد. بعضی مردم از تنقید و ملامت های مردم متأثر شده از کارهای خود دست میکشند. ما نباید از تنقید و ملامت های مردم متأثر شویم و از کارهای خود دست کشیم. امام شافعی رحمه الله می فرماید از تنقید و ملامت های مردم هیچ راه خلاصی نیست. پس بینگر که صلاح تو در چیست و همان را برای خود لازم بگیر. اگر میخواهی که از غم و اندوه، شدت و سختی مرگ و دهشت روز قیامت نجات یابی، خوب گوش انداز. امام مالک رحمه الله می فرماید هر کس دوست دارد که قلبش از غم و اندوه رهایی یابد و از شدت و سختی مرگ و دهشت روز قیامت نجات یابد، باید عملهایی که در خلوت و تنهایی انجام می دهد
از عملهایی که آشکارا انجام میدهد بیشتر و بیشتر باشد. پس به خاطر نجات خود در پنهانی عملهای نیک و صالحت را بیشتر انجام بده. همیشه به پند و نصیحت‌های علما و بزرگان دین با جان و دل گوش بیندازید. جعفر ابن محمد رحمه الله می‌فرماید هیچ توشه بهتر از تقوا نیست. یعنی پرهیز کردن از گناهان در پنهانی و آشکارا بهترین توشه است برای سفر آخرت. هیچ چیز بهتر از خاموشی وجود ندارد و هیچ دشمن ضرر دهنده تر از جهالت و بیسوادی نیست و هیچ بیماری سختتر از دروغگویی نیست. پروردگارا انجام عملهای بهترین را برایمان توفیق عطا فرما و ما را از جمله بهترین ها بگردان. آمین یا رب العالمین. به خاطر گناهان گریه کردن گناهان را پاک می کند. خیلی کم نفرانی هستند که به خاطر گناهانشان گریه کنند و اظهار پشیمانی کرده به سوی خداوند بازگردند. به خاطر از دست رفتن مال و دارایی گریه می کنند ولی به خاطر گناهانشان گریه نمی کنند. مالک ابن دینار رحمه الله می فرماید به خاطر گناهان گریه کردن گناهان را می ریزد و پاک می کند، همان گونه که باد برگهای خشک شده را از شاخ درختان می ریزد. پروردگارا همه ما را توفیق توبه نصوح و صادقانه نصیب فرما و از گناهان دوری نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. فرو بردن خشم و غضب طبق آیات و احادیث بیشمار اجر و پاداش خیلی بزرگی دارد، ولی با وجود این بعضی نفران در حالت خشم و غضب خود را اداره کردن نمی توانند و سخنان می گویند که عاقبت آن خیلی خطرناک است. عطا ابن ابی رباح رحمه الله می فرماید انسان گاه بر اثر خشم و غضب کلمه به زبان می آورد که به سبب آن عملهای 60 ساله و 70 ساله اش را برباد می دهد. پناه به خداوند. واقعا نتیجه خشم و غضب پشیمانی است. علما و بزرگان دین می فرمایند هر کسی با خشم و غضب از جا برخیزد با حسرت و پشیمانی بجایش می نشیند. به همین خاطر برادران و خواهران مسلمان هرگز غضبی نشوید. خشم و غضب پیامدهای ناخوش و ناگواری دارد که حتی انسان را به کفر هم می رساند. قتل و کشتار، طلاق دادن همسر و پاش خوردن عائله، جنگ و نزاع و غیره، همه اینها از نتیجه های بدی خشم و غضب است که ما را عاقبت تباه و برباد می کند. از همین جهت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امتش را از خشم و غضب برحذر داشت. در روایت بخاری آمده است که مرد از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم درخواست کرد که نصیحتم کن. حضرت در جواب فرمودند غضبی نشو. چند بار دیگر هم تکرار به تکرار درخواست کرد که نصیحتم کن و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هر بار می فرمود غضبی نشو. هرگز توبه کردن را به تأخیر نینداز. نگو که فردا یا پس فردا توبه میکنم و به سوی الله باز میگردم. بسیار نفرانی بودند که میخواستند یک روز توبه کرده به سوی الله باز گردند، ولی اجل ناگهان آمد و به آنها فرصتی توبه کردن نداد. پس حالا که مرگ به سراغت نآمده است توبه کن. از همه گناهان توبه نصوح و صادقانه کرده به سوی الله رب العالمین بازگرد. مبادا مرگ به سراغت بیاید در حالی که از گناهان توبه نکرده باشی. حضرت لقمان به فرزندش چنین نصیحت می کرد: ای فرزندم، هرگز توبه را به تأخیر نینداز، زیرا مرگ ناگهان می آید. پروردگارا همه ما را توفیق توبه کردن از همه گناهان را نصیب فرما. آیا میدونید اخلاص چیست؟ آیا در این باره معلومات دارید؟ زیرا هر عملی نیک انجام میدهیم باید در آن اخلاص داشته باشیم.
و هر عملی نیک به شرط قبول درگاه خداوند می شود که در آن اخلاص باشد. پس باید بدانیم که اخلاص در عمل چیست. ابن قیم جوزی رحمه الله می فرماید اخلاص این است که برای عملی که انجام می دهی شاهد و پاداش دهنده غیر از الله را طلب نداشته باشی. این است اخلاص در عمل. پروردگارا و ما اخلاص در عمل را توفیق عطا فرما و از ریا و خودنمایی دور بگردان. آمین یا رب العالمین. گناهانت را به دو سبب به هیچ کس مگو. اولا این که گناه چیزی نیست که با آن فخر کنی. ثانیاً مردم گناهت را هرگز فراموش نمی کنند حتی اگر توبه هم کنی. به همین خاطر هرگز گناهت را به کسی مگو. بگذار گناهانت بین تو و پروردگارت بماند. واقعاً او بخشنده و مهربان است. گناهان بندگانش را می پوشاند و با هر بهانه‌ای می بخشد. پروردگارا از گناهانمان درگذر و ما را مورد عفو و بخشش قرار بده. آمین یا رب العالمین. انسان که روز مسجود ملائکه بود و مقام بالاتری از فرشتگان داشت، امروزها طوری از فطرت انسانی بیرون شده است که تصور کردنش هم ناممکن است. از مرز حیوانات هم تجاوز نموده معلوم نیست به چه چیزی مبدل گشته است. بعضی انسان ها به درجه بی حیا و فحشگو شده اند که گویا در استبل حیوانات کلان شده اند. قتل و غارت، زنا و فحشا، رنجاندن پدر و مادر، خلاصه تمام نوع گناه را انجام می دهند و باز دعوای مسلمانی می کنند. کارهایی را انجام می دهند که از تمام معیارهای انسانی بیرون است. پناه به خداوند. نیکی کردن به پدر و مادر داستانی است که تو آن را می نویسی و سالهای بعد فرزندانت آن را برایت حکایت می کنند. پس این داستان را خوب بنویس. یعنی چگونه ای که با پدر و مادر رفتار می کنی همان را از فرزندانت می بینی. ابن عباس رضی الله عنه می فرماید هیچ عمل مانند نیکی کردن به مادر به خداوند نزدیک کننده تر نیست. یعنی نیکی کردن به پدر و مادر انسان را بیشتر به خداوند نزدیک می کند. امام احمد ابن حنبل رحمه الله می فرماید نیکی کردن به پدر و مادر کفاره گناهان کبیره می شود. سبحان الله. پروردگارا نیکی کردن به پدر و مادر را برایمان توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. عزت و آبرو و سربلندی را خداوند برای بنده فرمانبردار خود ارزانی می دارد. ابراهیم خواص رحمه الله می فرماید هر قدری که بنده مؤمن امرهای خداوند را عزیز بدارد خداوند همان قدر لباس عزت و شرف بر او می پوشاند و عزت وی را در قلبهای مؤمنان قرار می دهد که محبوب قلبها قرار می گیرد. بله، در طاعت و عبادت پروردگار عزت و سربلندی و شرافت است و در معصیت و گناه ذلت و خواری، ناکامی و نابراری است. پناه به خداوند. بی حیا شدن زنان به سبب از دست رفتن غیرت مردان است. امام راغب اصفهانی رحمه الله می فرماید هر قوم و ملتی که در مردانشان غیرت نماند در زنانشان عفت و پاکدامنی باقی نمی ماند. علما و بزرگان دین رحمهم الله می فرمایند زن سایه مرد است. مرد اگر کج شود زن هم کج می شود. جوان مردان مسلمان هرگز غیرت و ناموس را از دست ندهید. شاعر چه زیبا می فرماید پشت پازن تخت کیکاووس را، پشت پازن تخت کیکاووس را، سر بده از دست نده ناموس را. عمل نیک و صالح چگونه عملی است؟ زیرا هر فرد مسلمانی که به روز حساب و جزا باوری دارد در تلاش انجام عملهای نیک و صالح می باشد. ابن قیم جوزی رحمه الله می فرماید عمل نیک و صالح عملی است که خالی از ریا و خودنمایی بوده
موافق سنت باشد. یعنی هر عملی که به نظر ما خوب نماید عملی نیک و صالح شمرده نمی شود. برادران و خواهران مسلمان، عملهای نیک و صالح را بیشتر انجام دهید، زیرا عملهای نیک و صالح سببگار کامیابی و رستگاری در دنیا و آخرت خواهد بود. پروردگارا انجام عملهای نیک و صالح را بر ما توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. هنگام دعا کردن به مثل کودکان رفتار کن. ابن قیم جوزی رحمه الله می فرماید هرگاه در تاریکی شب برای دعا و زاری در برابر پروردگار عالم نشستی مانند کودکان رفتار کن، زیرا کودک وقتی چیزی بخواهد و به اون ندهند گریه می کند تا خواسته اش را بگیرد. پس تو نیز وقتی دست بالا کردی و از خداوند خواسته هایت را طلب کردی گریه کن، چنان گریه کن تا به تمام خواسته هایت برسی. پروردگارا با گریه و زاری دعا کردن را برای ما توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. هرگز به خاطر گناه مسلمان را طعنه مزن، زیرا به خاطر گناه طعنه زدن بر یک مسلمان خیلی کار زشتی است. کسانی که دیگران را به خاطر گناه طعنه میزنند خودشان هم گناهانی را انجام میدهند که تا به حال از آن توبه نکردند، بلکه از گناه آنها دیده گناه خود طعنه زننده بزرگتر است. به جای طعنه زدن نصیحت باید نمود تا از گناه دست کشند. ابن قیم جوزی رحمه الله می فرماید طعنه زدن به برادر مسلمانت به خاطر گناهی که انجام داده است گناهش بزرگتر از گناه کسی است که به وی طعنه میزنی. یعنی گناه طعنه زدن بزرگتر از گناه کسی است که به وی طعنه میزنی. ما در پنهانی کارهایی را انجام میدهیم و نمیخواهیم که مردم از آن آگاه شود. بعضی ها عبادتهایشان را و بعضی ها گناهانشان را پنهان میکنند تا مردم از آن آگاه نشود. خوشا به حال کسی که آن چیزی را که از مردم پنهان میکند طاعت و عبادت پروردگار باشد، نه معصیت و گناه. ولی متاسفانه امروزها برعکس در پنهانی به جای طاعت و عبادت معصیت و گناه انجام میدهیم. گناهانمان در پنهانی از عبادتهایمان بیشتر است. پروردگارا پنهانی های ما را به صلاح بیار و از گناهان پنهانی ما را دور نگه بدار و عملهای ما را از ریا و خودنمایی پاک بگردان. آمین یا رب العالمین. هر قدری که قرآن کریم را بیشتر تلاوت کنیم همان قدر تلاوت قرآن برایمان آسان می شود. اما اگر تلاوت قرآن را رها کردیم و دیر تلاوت کردیم البته که تلاوتش برایمان سخت و دشوار می گردد. کسانی که این را تجربه کرده اند خوب می فهمند. امام ابن حجر رحمه الله می فرماید شخصی که مدام تلاوت قرآن می کند زبانش روان و تلاوت قرآن برایش آسان می شود و هرگاه تلاوت قرآن را رها کند تلاوت قرآن برایش سخت و دشوار می گردد. به همین خاطر هرگز تلاوت قرآن را رها نکنید، زیرا طبق حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هر یک حرفی که از قرآن تلاوت میکنیم برایمان اجر و پاداش میرسد. آرزوی هر یک فرد مسلمان این است که به تمام خیر و خوبی های دنیا و آخرت دست یابد. مگر همین طور نیست؟ یکی از تابعین کرام سلمه ابن دینار رحمه الله می فرماید دو عملی است که اگر انجامشان دهی خیر و خوبی های دنیا و آخرت را به دست می آری. یکم آن چیزی را که خداوند دوست داشته باشد اگرچه برایت سخت و ناگوار باشد باز هم به آن عمل کن. دوم آن چیزی را که خداوند ناپسند بداند و دوست ندارد اگرچه دوستش داشته باشی
و برایت خوش و گوارا باشد، باز هم آن را ترک کن و از آن دست بکش. پروردگارا تمام خیر و خوبی های دنیا و آخرت را برایمان نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. کدام وقت می توانیم شیرینی و حلاوت عبادت هایمان را بچشیم و از آن لذت ببریم؟ احمد ابن حرب رحمه الله می فرماید 50 سال خداوند را عبادت کردم ولی حلاوت و شیرینی عبادت را نیافتم تا اینکه 3 چیز را ترک کردم. یکم، رضای مردم را ترک کردم تا اینکه توانستم سخن حق بگویم، یعنی در گفتار و کردار خود تلاش نمی کردم تا مردم از من راضی شوند. دوم، دوستی و همنشینی فاسقان را ترک کردم تا اینکه به دوستی و همنشینی این نیکان و صالحان رسیدم. سوم، حلاوت و شیرینی دنیا را ترک کردم تا اینکه به حلاوت و شیرینی آخرت رسیدم. علما و بزرگان دین تواضعی داشتند که برای تمام امت نمونه بهترین است. ابن رجب حنبلی رحمه الله در ذیل کتاب طبقات الحنابلة می نویسد به دست ابن جوزی رحمه الله بیش از 20,000 نفر یهودی و مسیحی اسلام آوردند. بیش از 100,000 نفر به دست او توبه کردند. بیش از 2,000 تصنیف دارد. با وجود این به شاگردانش می گفت اگر وارد بهشت شدید و من را در میان خود نیافتید، درباره من بپرسید و بگویید خدایا فلان بنده ات ما را به یاد تو می انداخت. سپس به گریه کردن شروع کرد. هر غم و اندوهی که به سر ما می آید البته یک حکمت در آن نهفته است. امام حسن بصری رحمه الله می فرماید هرگاه گناهان بنده مؤمن زیاد شوند و در عمل او چیزی نباشد که کفاره گناهانش گردد و گناهانش به سبب آن بخشوده شوند، آن وقت غم و اندوه بر او مسلط می شود و کفاره گناهانش می شود. گناهانش به سبب آن بخشوده می شوند. پس به خاطر گناهان خود مدام استغفار نمایید. همیشه از خداوند طلب آمرزش گناه نمایید تا گناهانتان بخشوده شوند و غم و اندوه بر شما مسلط نشود. پروردگارا انجام عملهای را به ما توفیق عطا فرما که کفاره گناهانمون می شود. آمین یا رب العالمین. بعضی نفرانی هستند که تنها در ماه رمضان نماز می خوانند و بعد از رمضان همه را ترک می کنند. آگاه باشید این گونه مردم انسانهای خیلی بد و زشتی هستند. آنها بندگان رمضانی هستند و خداوند را تنها در ماه رمضان می شناسند و بعد از رمضان با خداوند قهری هستند. در کتاب مفتاح الافکار آمده است از امام بشر الحافی رحمه الله پرسیدند مردمانی هستند که فقط در ماه رمضان خداوند را عبادت می کنند و پس از تمام شدن ماه رمضان عبادت را نیز ترک می کنند. آنها چگونه مردم هستند؟ حضرت در جواب فرمودند مردم خیلی بد و زشتی هستند. آنها کسانی هستند که فقط در ماه رمضان خداوند را می شناسند. می خواهی نماز تهجد بخوانی ولی نمی توانی در نیمه شب بیدار شوی. پس و این قصه کوتاه عبرت آموز خوب گوش انداز. مرد به ابراهیم ادهم رحمه الله گفت نمی توانم برای نماز تهجد بیدار شوم. لطفاً علاجش را برایم بگو تا بتوانم بیدار شوم. حضرت در جواب فرمودند در روز خداوند را نافرمانی مکن و او تو را به هنگام شب در روبرویش قائم می کند. زیرا ایستادن تو در روبروی پروردگارت به هنگام شب شرف و بزرگی است و انسان گناهگار سزاوار آن نیست. به جای تعریف و توصیف کسی خوب میشد برایش دعای مغفرت کنیم. دعا کنیم که خداوند عملهای پرنقصانش را قبول فرموده مورد عفو و بخشش قرار دهد. این همه تعریف و توصیف برایش هیچ سود و فایده ای نمی بخشد. یونس ابن عبید رحمه الله می گوید برای عیادت به نزد محمد ابن واسع رحمه الله رفته بودیم. برایمان ارشاد فرمود
سخنان مردم، یعنی آنچه مردم مرا تعریف و توصیف می کنند، برایم هیچ فایده ای نمی بخشد زمانی که دست و پایم را گرفته به خاطر گناهانم به دوزخ انداخته شوم. گاه قلب انسان سخت می شود که سببگار آن بعضی خصلت‌های خود انسان است و در نتیجه سخن حق برایش تأثیر نمی کند، حتی کلام پروردگار هم باشد. آن خصلت‌هایی که قلب انسان را سخت می کنند اینهایند. فضیل ابن عیاض رحمه الله می فرماید 3 خصلتی است که قلب انسان را سخت می کنند. یکم زیاد خوابیدن، دوم زیاد خوردن، سوم زیاد حرف زدن. برادران و خواهران مسلمان، از این 3 خصلتی که قلب شما را سخت می کند قطعاً بپرهیزید، مبادا قلب شما سخت شود و سخن حق در قلب شما دیگر تأثیر نکند و در نتیجه از قبول حق سرپیچی کرده عاقبت خود را تباه و برباد کنید. تو از کدام فرقه و گروه هستی؟ عیناً چنین سؤال را از امام ابو حنیفه رحمه الله پرسیدند. حضرت در جواب فرمودند از آن گروهی هستم که به گذشتگان فحش نمی دهد، یعنی به گذشتگان تحقیر و توهین و سخنان فحش و ناسزا نمی گوید. به تقدیر ایمان دارد و هیچ یک از اهل قبله را به سبب انجام گناه مثل زنا و شراب و دزدی و غیره، البته تا زمانی که آن را حلال نداند، تکفیر نمی کند. همیشه از تمام گناهانتان از خداوند مهربان طلب بخشش و آمرزش کنید. امام حسن بصری رحمه الله می فرماید بسیار استغفار کنید، یعنی از خداوند زیاد طلب بخشش گناه کنید، زیرا شما نمی دانید که رحمت الله مهربان چی وقت نازل می شود. پروردگارا تمام گناهانمان را بیامرز و ما را مورد عفو و بخشش قرار بده.